خوششانس ترین گیمری که ناخواسته یکی از گرونترین آیتمای ماینکرافت رو به دست میاره. برمیگردیم به سال 2011 جایی که پلیری به اسم اکرومن یه ایمیل خیلی عجیب از ماینکرافت دریافت میکنه که داخل اون ایمیل نوشته بوده شما بعد از دانلود کردن این بازی تعداد دانلودهای ماینکرافت رو به 1 میلیون رسوندید و به خاطر همین ما به شما یه چنل منحصر به فرد میدیم. از اون روز به بعد اکرومن داخل بازی تبدیل میشه به یه سلبریتی و هر موقع پلیرها اون و چنلش داخل بازی میدیدن کنارش میومدن و از روی صفحه اسکرین شات میگرفتن و با دوستاشون به اشتراک میذاشتن. ولی این شهرت بدیهای خودش هم داشته. باید بهتون بگم که اکانت اکرومن به دلیل اینکه یکی از کمیاب‌ترین آیتم‌های ماینکرافت داشته هر هکری سعی می‌کرده که اون اکانت هک کنه و بالاخره یکی از اونا شماره تلفن اکرومن رو با یه سیم کارت جدید تغییر میده و اون اکانت هک میکنه و اونو به قیمت $2000 میفروشه و اصلا خبر نداشته که اون آیتم خیلی بیشتر از اینا میارزیده. وقتی اطلاعات کامل تغییر میکنه مالک اصلی دیگه نمیتونسته وارد جیمیل خودش بشه و زمانی که ماینکرافت اینو میفهمه کل اون حساب قفل میکنه و باید بهتون بگم که آیتمی که به اکرومن داده بودن قیمتش به $50,000 میرسیده در حالی که اکرومن هیچ تلاشی براش نکرده بوده.